بدو خونه دار بچه دار، زنبیلو بردار بیار، به شرط چاقو ببر و ببره. نماینده کت خداپسند حراج کردیم، با پول یک نماینده 2 نماینده ببر. بدو نماینده رسیده دارم، لپگلی ببره گل پسر قند اصله، وعده میده که زمین از شنیدنش قاچ برمیداره، یه قلم یارانش 1,000,000 سکه به حسابتون میرسه. بدو بیا نماینده دارم، مثل سیر ترشی 10 ساله جا افتاده، تو دهن بذاری آب میشوندی. هرچی اون جناح یارانه بده ما 100 سکه بیشترش رو میدیم. به این طیار زنها گوش ندید، اینها همونایی هستن که میخواستن تو مکتب خونه دیوار بکشندی. زرشک فینیتو فقط مال کت خدایی صفت ها هستندی، هر کی دوست نداره جمع کنه بره، ولی تا رای ندادین حق ندارین جمع کنین بروندی. اهالی اسلم، ما آنچنان رونق نان ایجاد کنیمندی که شما برای ما نون بیاورندی، نه ما برای شما. به اون تک خورا گوش ندید، بیاین نماینده جوون حزب کت خدایی بدم، درشت و تیغ نخورده، انتقام سخت بگیر، نهار هم چلو بامیه با میرزا قاسمی میدیم تا سیر بشوندی. آقا رو باش، از نهار اینها نخوریدندی که کرونا میگیرندی. بیاین تا نمایش انتخابات تموم نشده بخونیم و بزنیم و برقصیم و ببریم. آقا برای جمع کنید کاسکوزتونا، گور پدر این جناح و اون جد آبادتون بشوندی. کت خدای قرونی رأی ما سرنگونی، کت خدای قرونی رأی ما سرنگونی.